دوستان درود بر شما، به کانال پرژین گیکس خوش اومدید. اگر شما از بازیایی خوشتون میاد که آدم میره تو سیاه‌چالا میگرده و خلاصه تو این دخمه ها و با هیولاهای مختلف و بس ها و اینجور چیزا، اینجور موجودات شرور دست و پنجه نرم میکنه، اگه شما از اینجور بازی ها خوشتون میاد پس امروز با ما باشین. امروز یه بازی رو ما به شما معرفی میکنیم، دانجن فایتر، ویراش دوم این بازیه و من میتونم بهتون قول بدم این بازی طرز بازی کردنش با بیشتر دانجن کرالرهایی که بازی کردین فرق میکنه. پس برو بریم. پیشنهاد شده رو جلد بازی که از 8 سال به بالا بازیکن‌ها باشن که این بازی رو بازی کنن. تنهایی هم آدم میتونه این بازی رو بازی کنه، 1 تا 6 نفر و 45 دقیقه هم طول میکشه. بازی از شرکت هاریبل گیم از طریق کیکستارتر به بازار ارائه شده. حالا میریم ببینیم توی جعبه بازی چی هستش و بازی چجوری بازی میشه. اوکی، همونجوری که میبینین تو بازی نرمال مثلا پولای تو بازی، سکه های تو بازی پلاستیکیه و این بسیاری از اشیاء بازی هم که مثلا لازمشون داریم و ازشون استفاده میکنیم اینا هم مقوایی هم. ولی خب ما خیلی اومدیم به خودمون حال دادیم، توی کیکستارتر یه وسایلی هم بودش که همه اینا رو به عنوان دیلاکس آدم میتونست بگیره و خیلی لوکسوسی ما اینو خرید کردیم. همونجوری که میبینین آهنی هستش، اوپس نمکه افتاد. ولی خب ما تو این ویدیو از این سکه ها و از این توکن های استفاده میکنیم که خریدیم. خلاصه به خودمون کلی حال دادیم با خرید اینا. این صفحه ای هم که اینجا میبینید، صفحه کوچیک، جون هیولاها رو نشون میده. این اگه بدشانسی بیارین هیولاهایی هستن 40 تا زندگی دارن، 30 تا زندگی دارن، 50 تا زندگی دارن، خب یعنی که 9 تا زندگی دارن و اینجوری آدم ازشون میتونه جونشون رو کم کنه و حساب جون هیولاها از دست آدم نمیره. تاج زیبایی هم که میبینید که طلاییه، این سمبولیه که نشون میده کدوم بازیکن الان بازیکن اوله یا اصلا نوبتشه الان. قبل از اینکه بریم سراغ قانون بازی، اولین کاری که میکنیم از شخصیتایی که تو بازی وجود داره یه دونه رو انتخاب میکنیم، یعنی نفری یه دونه از این شخصیت‌ها رو انتخاب میکنیم که بازی رو باهاش شروع کنیم. این شخصیت‌ها برای خودشون هر کدوم یه قدرت خاصی داره، یه پاوری داره و موقعی که تاس درست ریخته بشه یا رنگ تاس درست باشه، مچ بشه با این قدرت‌ها، اون موقع این قدرت‌ها تو بازی میان و آدم میتونه ازشون استفاده کنه. ما برای این بازی امروزمون مارگاهیلدا رو انتخاب میکنیم. مارگاهیلدا قدرت قرمزش اینه که اگر چشم بریزه با تاس قرمزش، حالا بهتون میگم جریان این تاس ریختن و چشم چیه. اگه چشم بریزه میتونه 3 تا از جون به خودش بده. اگر سبز باشه چشمی که میریزه، میتونه یه دونه پول ورداره و این پول رو بعداً باید بذاره توی این صندوقچه گنجی که ما داریم. و اگر آبی بریزه، اندازه لول هیولایی که باهاش مبارزه میکنین میتونه به هیولایی که باهاش مبارزه میکنه آسیب برسونه. دانجن فایتر یه بازی همکاریه، ولی چرا گفتم که با بازیایی که تا حالا بازی کردین فرق میکنه؟ به خاطر اینکه برای هر نبرد و هر مبارزه‌ای که شما با هیولاها انجام میدین، تاسی که میریزین رو نباید بریزین، بلکه باید تاس رو پرتاب کنید. مارگاهیلدا اگه تاس سبز رو براش انتخاب کنیم و چشم بریزه، یه تاس آبی و تاس قرمز هم هستش که اینم روش چشم هستش و یه دونه هم خالی هستش. ولی خب اگه چشم آدم نریزه زیاد مهم نیستش، به خاطر اینکه بازم آدم میتونه تو مبارزه یه آسیبی به هیولاها و به دشمنا برسونه. ولی
تاس باید اول به روی میز بخوره و بعداً بیاد روی صفحه. روی این صفحه عددهای مختلفی وجود داره و آدم اول تاس رو باید همونجوری که گفتم بریزه رو میز و بعدش تاس باید بیاد روی صفحه و حالا بستگی داره کجا هستش، تاس کجا میشینه، همون قدم امتیاز یا جون از موجود شرور یا بوسی که باش دارین میجنگین، رئیس این سیاهچال کم میشه. حالا یه بار میریزیم عنوان مثال ببینیم چجوریه. خب همونجوری که دیدین اصلا نرسید به صفحه. آسون نیستش به خاطر اینکه مهارت تاس ریختن باید داشته باشه. مثلا اینجا الان که اینجا میبینیم بیشتر تاس روی قرمز است، یعنی 2 تا ازش کم میشه. اگه تاس اینجا میافتاد یعنی اصلا هیچی از جون این حریفتون کم نمیشد. خب پس نتیجه میگیریم که بازی با این که بازیه که دانجن کراله، خلاصه آدم باید بره بچرخه توی این سیاهچال و با موجودات شرور دست و پنجه نرم کنه، ولی قشنگی بازی و لطف بازی و مخصوصا مکانیک اصلی بازی پرتاب کردن تاس هاست. اگر شما یه شانس داشته باشین که یه نفر توی تیمتون باشه، تو تیم که بتونه خوب تاسا رو پرتاب کنه، خب بازیتون خیلی راحت‌تر و بهتر پیش میره تا موقعی که همه بدشانسی بیارن یا هیچ کس بلد نباشه تاسو بریزه. مثل من که مثلا الان تاسو ریختم، به خاطر اینکه اگه تاسو بریزی و شانس داشته باشی مثلا این وسط رو بریزی، فرقی نمیکنه که طرف چقدر جون داشته باشه، این دشمن شما در آن نابود میشه به خاطر اینکه وسط رو زدی. این دارت بازیه ولی با تاس. ولی خب هر کس هم نمیتونه. حالا یه بار دیگه بزنیم. ای جان رفت، افتاد، نابود شد. یه بار دیگه. یه بار دیگه. خب ببین چشم ریختم. 2 تا زوپا پاوره. به غیر از این تاس‌های رنگی که دیدیم، تاس‌های سفید هم وجود دارن. ولی برعکس تاس‌های رنگی که بعد از هر روند دوباره برمیگردن به پارتی ما، این تاس‌های سفید بر نمیگردن دوباره و آدم فقط این تاسا رو میتونه بگیره، یا اینکه به عنوان لوت موقعی که یه دونه از این هیولاهای شرور رو مثلا نابود کنی، مثلا شانس بیاری این یه دونه از این تاسا داشته باشه، یا اینکه با پول باید این تاسا رو بخری ولی یه بار مصرف به حساب میاد. بعد از این که ما قهرمانمون رو انتخاب کردیم، میریم دانجنمون، همون سیاهچالمون رو تازه درست میکنیم. حالا چیکار میکنیم؟ کارت هایی تو بازی هستش روش نقشه داره و اینا رو اول آدم بر میزنه و موقعی که بر زدیم این میشه دک سیاهچالمون. بعد از اینکه این کاری کردیم، کارت هایی هم وجود دارن که همونجوری که میبینین عکس خورجین و عکس یه دونه ساک روش، درسته؟ و همونجوری که میبینین اینجوریه همشون. اینا اشیایی هستن که شما میتونین بخرید یا شاید مثلا به عنوان لوت یا غنیمت از دشمناتون میتونین اینا رو بگیرید. خب و خب این بستگی داره، حالا بعضیاشون یه بار مصرفن، بعضیاشون هم میتونین آدم هر دفعه میتونه مثلا هر راند آدم میتونه یه بار مصرفشون کنه، ازشون استفاده کنه. مثلا میتونه اسلحه باشه، شمشیر باشه، یا مثلا همینجوری که میبینیم اینجا یه نارنجک ماننده. خب ناپالم هم هستش. ناگفته نماند که این بازی برای اصلا حالت جوک ماننده، یعنی خودشو زیاد جدی نمیگیره. خیلی چیزا مثلا هستن که شاید شما رو به خنده بندازه و خیلی براتون مضحک باشه. به غیر از این 2 جور کارتایی هم که وجود دارن که خیلی مهمن، کارتایی که هیولاهای توی این سیاهچال نشون میدن. همونجور که میبینیم این کارتا، اینا کارتای هیولایی که با چشم هستش، اینا هم طبقه بندی هن، رده بندی هن. اینی که روش 1 نوشته، خب اینا جزو مانسترهایی هستن، جزو هیولاهایی هستن که خیلی آسونن. خب ولی مثلا دارم میگم، این مثلا چند تا رو نشون میدم اینجا هم بیا. خب اینجوری این کارتا و همونجوری که گفتم طبقه بندی شدن. این مثلا روش 1 نوشته، بعدش 2 هستش
بعدش 3 هستش و این هم 3 هستش و 4. به غیر از این 4 تا کارتایی هم هستن که رئیس این دانجن رو نشون میدن، بوسشون هستش و آخرین هیولایی که آدم باهاش دست و پنجه نرم میکنه یه دونه از این کارت هاست که به صورت رندام آدم میکشه. همونجور که میبینین جون اینا خب خیلی بیشتر از اون یکی هست. این کارت که مثلا 1 روش نوشته شده پشتش 2 تا جون داره، ولی خب رئیسه اینجا 3 تا جون داره، 33 تا جون داره، میبخشید، یا 40 تا جون داره. یعنی انقدر باید بازی ادامه پیدا کنه تا رئیسه نابود بشه، رئیس دانجن، رئیس سیاه‌چال، یا اینکه گروه بازی رو میبازه و با بازی ودا میکنه. خیلی هم بیشتر اوقات هم اینجوری که آدم بازی رو میبازه، چون بازی سخته. بازی بیشتر این نیست برای اینکه آدم برنده بشه بازی رو، بلکه بازی اینه که آدم بخنده، از طرز تاس ریختن آدم از بازی، کلا از روند بازی لذت ببره. حالا من به شما گفتم روند تاس ریختن. روند تاس ریختن خیلی جالبه، به خاطر اینکه همونجوری که میبینید رو بعضی از کارتا نوشته شده که شما چجوری باید تاسو بریزید. یعنی الان روی این تاس نوشته شده که شما باید پشت به میز واستید و تاسو بریزید. یادتون باشه که شما باید پشت به میز واستین، اول تاسو بریزین روی میز بخوره، بعدم بیاد روی صفحه که بازی رو بتونین برنده بشید یا از تو این مبارزه پیروز از آب در بیاد. خیلی مهمه. مثلا این گرازی که اینجا میبینید، حتی روش هم نوشته گراز کثیف. گراز کثیف 2 تا جون داره، یه دونه هم به شما طلا میده، یه سکه نمیده، ولی شما باید از دور این تاسو بریزید. یعنی شما باید از میز فاصله داشته باشید، از تاسو بریزید، تاس بخوره رو میز و بیاد رو صفحه تا بتونین از توی این مبارزه پیروز از آب در بیاد. البته ممکنه آدم شانس بیاره این گابلین کلاه قرمزی رو مثلا بکشه. گابلین کلاه قرمزی که اینجوری میبینینش 2 تا به شما پول میده، 8 تا جون داره و اگرم نتونین بکشینش، نوبت به خودش برسه برای حمله، ایشون به شما یک دمج میزنه، یه بار آسیب میرسونه به پارتیتون. خلاصه روند بازی اینجوری ادامه پیدا میکنه تا شما برید و کل این سیاه‌چال رو بچرخید. شما چجوری حالا کارت دانجن رو میکشید یا دانجنتون رو چجوری اصلا درست میکنین؟ شما 2 تا کارت میکشید از کارت اینجا، با همدیگه مشورت میکنید و یه دونه از این کارت ها رو با همدیگه انتخاب میکنید. اون کارتی که انتخاب میکنین یعنی اون اتاقیه یا اون تیکه سیاه‌چالیه که الان توش رسیدید و اگه بدشانسی داشته باشید، خب بله، هر کدومشون برای خودشون یه معایبی دارن. ممکنه پوانای مثبت برای شما داشته باشن، ممکنه پوانای منفی براتون داشته باشن. یعنی مثال دارم میگم، شما موقعی که این کارت رو انتخاب کنید، باید تا موقعی که توی این کارت هستید، توی این اتاق هستید، باید تاستون از زیر میز، یعنی باید از دستتون باید پایین‌تر از میز باشه و از اونجا تاس رو باید پرت کنین رو میز، یه بار بخوره به میز، از روی میز، و باید بعدش بیاد روی صفحه‌ای که شما بازی میکنید. ولی خب این یکی کارت که شما میبینین، این کارت به شما یک کارت سفید میده، 4 تا بهتون جون میده، اما فرقش با اون کارت چیه؟ چرا شما اون کارت رو بردارید؟ فرقش اینه که شما میتونید فاصله‌ای که به شاپ دارید یا به قسمت بازی که میتونین ازش بعداً خرید کنین
از اون کارتایی که بهتون نشون دادم با پولی که دارین میتونین فاصله بیشتری رو طی کنین و زودتر به اون تیکه بازی برسید که شما میخواین خرید کنید. و موقعی که خرید کردید بعد خب قیمتش مثلا این یه سکه پول قیمتشه، درسته؟ ولی همونجوری که گفتم بدبختی یکی دوتا نیست. شما موقعی که یه همچین چیزی رو داشته باشید به آسیب یا دمجی که به طرف مقابلتون میرسونین 2 تا اضافه میشه. اما داره. اماش چیه؟ اماش اینه که این دفعه 2 بار باید تاس رو میز بخوره قبل از اینکه بیاد این رو. خب یکی دیگر هم نگاه کنیم. به به عالی. این یکی که خیلی زیباست. این نارنجک چجوری؟ هایلیگ گراناته. حالا هایلیگ گراناته میشه چی؟ میشه نارنجک الهی. نارنجک الهی رو موقعی که داشته باشی یه نفر این نارنجک الهی رو برای یعنی تاس تو به تو پرت کنه که توی تیمت هستش. یعنی اینو آدم نمیتونه، این کارت مثلا تو سولو آدم نمیتونه ازش استفاده کنه موقعی که آدم تنهایی بازی میکنه. ولی خب کارتایی هستن که آدم میتونه جمعشون کنه و بذاره کنار که به خاطر اینکه به درد بازی سولو نمیخورن. خلاصه اینو باید یه نفر اول به تو پرت کنه این تاسو، بعدن همون لحظه تو باید این تاسو که بهت پرت شده رو بندازی رو میز که یه بار بخوره رو میز و بیفته اینجا که حساب بشه. مگر نه تاسی که انداختی به فنا رفته دیگه، یعنی اصلا فایده نداشته. خلاصه از اینجور چیزا زیاده. یا همینجوری که میبینید جالبیش هم اینه که اصلا لازم نیستش زیاد مثلا آدم زبان بلد باشه که اصلا بدونه آدم باید چیکار کنه. اصلا عکس‌ها نشون میده که باید چیکار کنی. اینجا شما باید سرتون موازی باشه با میز و بعدا اینجوری میتونید پرت کنید. یعنی اجازه ندارید نرمال از بالا پرت کنید تاسو. خب هستش دیگه. خلاصه خیلی 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 چیزای جالب هستش، چیزای خنده‌دار هستش که مثلا اینجوری آدم بعد تاسو بچرخونه که اول بچرخونه که بخوره رو میز و بریزه بیاد بعدن روی صفحه که اصلا حساب بشه این تاس. وقتی که 3 بار شما خرید کردید میتونید خودتون رو آماده کنید که بعداً با یکی از این ابرقدرت‌های توی سیاه‌چال دست و پنجه نرم کنین و به امید پروردگار متعال پیروز از آب در بیاین. ولی خب خیلی سخته، من اینا دارم از تجربه بهتون میگم. آسون نیستش برنده شدن تو این بازی. حالا چرا این بازی انقدر سخته؟ گفتم حالا به ندرت پیش میاد که آدم بازی رو برنده بشه. به خاطر اینکه این سمبولی که اینجا میبینید گذاشتم الان روش، این قلبه، این نشون میده که شما چقدر جون دارید. یعنی شما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا جون دارید و موقعی که شما نمیتونید یه هیولا رو شکستش بدین و این هیولا به شما حمله میکنه، حالا شاید زندگی چی میگن جون داشته باشه، هنوز جونش زیاد باشه، یا اینکه شاید شما اصلا نتونستین تو تاسو بریزین روی صفحه، شاید هم بتونین بریزین رو صفحه ولی خب تاس بیفته مثلا این وسط، اون موقع هم حساب نیستش. چیکار بعدم باید بکنید؟ اون موقع است که این هیولایی که شما دارین باش میجنگید به شما حمله میکنه و بستگی داره حالا قدرتش چقدر باشه. اینجا مثلا این زامبیه حالا یا هرچی هستش، دزده، خلاصه یه آدم اسمش هستش یه آدم مشکوک. خب این آدم مشکوک موقعی که شما نتونید شکستش بدید ازتون 1 جون کم میکنه. خب. شما 1 جون کم میکنید. حالا ما فکر میکنیم که شما با یه هیولا یا با یه موجود شروری باید مبارزه کنید که 3 تا از شما کم کنید. موقعی که از شما 3 تا جون کم کرد و شما مجبور شدید بیاد به رنگ بعدی برای این دست، این بازیکن از بازی خارج میشه، یعنی نوبتش تموم میشه و متاسفانه باید یه بخیه بخوره
همونجوری که میبینید. اینو البته خودتون میتونید انتخاب کنید که این حالا کجا باشه. شما میتونید اینو مثلا بزنید، مثلا بگین که من میخوام از قدرت این برگشت جون که مارگارهیلدا داره ازش بخوام استفاده کنم و برای همین نمیخوام قرمز رو ببندم، من آبی رو میبندم. به عنوان مثال شما باید با بازیکنایی که توی تیمتون هستن مشورت کنید و ببینید برای تیم چه کاری بهتره شما انجام بدید. و خلاصه وقتی که 3 تا از این جای بخیه شما گرفتید، یعنی 3 بار ازتون 3 تا جون کم شد، یعنی 9 تا جون ازتون کم شد، بازی رو شما میبازید و از بازی خارج. اینجوری بازی تموم میشه. یا اینکه خیلی هم شانس بیارید و به باس برسید، به رئیس این سیاهچال، و اگه خوش شانس باشین با 1 تاس به این وسط میتونین رئیس سیاهچال رو با 1 تاس نابودش کنید و بازی رو برنده بشید. تا حالا که برای ما پیش نیومده، حالا شاید برای شما ولی پیش بیاد، شما خوش شانس باشید. خب دانجن فایتر پس یه بازی همکاریه و بهش میگن دکستری گیمز، یعنی تقریبا میشه مهارت حرکتی آدم باید داشته باشه که این بازی رو ببره یا این بازی رو بازی کنه. و همون جوری که میبینید این بازی 4 تا افزونه هم داره. قشنگی این مسئله اینه که هر کدوم از این افزونه ها برای خودش تیم خودشون رو دارن، موضوع خودشون رو دارن. و مثلا این توی سرزمین باد هاست، این یکی تو سرزمین آتشه، این تو سرزمین یخه و این یکی توی یک قصر که پر از روح و ارواح و شیاطینه که شما باید باش برین مبارزه کنید. و هر کدوم از این افسونه ها با این که افسونن و تو به بازی اصلی هم میخورن، شما میتونین همه اینا رو تنها هم بازیشون کنید. از اونجایی که ما همه این افسونه ها رو داریم، مطمئن باشید که چند تا ویدیوی دیگه هم میاد و ما این افسونه ها رو به شما معرفی میکنیم. امیدوارم که از بازی امروز خوشتون اومده باشه و از ویدیوی ما لذت برده باشید. اگر سوالی دارید کامنت بذارید برای ما 100% جوابتون رو میدین. زنگوله رو بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لطفاً لایک کنید و تا بازی بعد و ویدیوی بعد بدرود.